تویوتا راو یکی از محبوب ترین خودروهای شاسی بلند در بازار که از سال 1995 که اولین نسخه خودرو تولید شد تا الان تقریبا 5 میلیارد نسخه به فروش رسیده. حالا 5 میلیارد هم تر الکی گفتم، ولی منظوریه که این خودرو هنوزم محبوبه و از محبوبیتش هنوز کاهش پیدا نکرده. این نسخه جدید واقعا از همه نسخه بهتر است یا نیست و آیا ارزش داره که آدم پولش مصرفی خودرو کنه یا نه؟ نه طرفدار تویوتاییم و نه طرفدار شاسی بلند، ولی نظرم عوض شد وقتی این ماشین ما در جاده تست کردم، درایوینگش، هندلینگش، بس همه مهمتر قیمت و مصرف خودرو که برای همه خیلی مهمه. چرا؟ کوالیتی هم کوالیتی خودرو که 100% مهمه، ولی همگی میشناسیم. ترای ژاپنی امتحان خود پس داده و همه ما از جنس ژاپن خوشمون میاد. همه ما، حالا تقریبا بیشتر ما. پرفروشترین خودرو در سال 2024 در آمریکا شده و جزء پرفروشترین خودروهای شاسی بلند در بازار اروپا و استرالیا هم بوده. پس یک رقیب بسیار قدرتمند و قوی در بازار جهانی همین تویوتاست.